ببینجه سلام برادر، خوبین؟ بخیرین؟ بیارین سلامت بشین. ما دیگه کار و کاسبی ما همینه دیگه. اینا شفتل ما درو میکنیم. بعد به وسایل ما به نام منگالچه دیگه ولایت افغانستان اینه توغاج میگم. باز ولایت غورما ساغر اینه منگالچه میگیم ما. به این وسایل ما اینا رو درو میکنیم، شفتل و علف اینا. بعد اینا رو باز یک تخرمن جمع بریم شه. بعد اینا رو به گاب باز چرخ میدیم. باز اینا رو که به گاب چرخ دادیم نرم میکنیم، باز به کادون میریزیم زمستان. باز تو یک بارجای باز پیش گاب میریزیم گوسفند. این مواد خوراکی نه این اینجوری باز نرم میشه. مواد خوراکی گاو و گوسفنده. اینه دیگه قشنگ حیوان زمستان میخوره. باز ما با خونه های بخیری با قرار استراحت میکنیم. آش خلوه خور میخوریم، اون خوندن و اختلاط خورم میکنیم. خبرها رو هم گوش میگیریم. هوای خوب داریم، درخت خوب داریم، میوه. مقصد کشور ما کمی عقب هست دیگه، حسابی جنگا و مشکلات ها پریشونی و گفا که هسته. حسابی که زندگی کنیم دیگه باید خدا خود رزیم شو مسیر میشه.
این شفتالار که درو کردیم رد از 6 روز دیگه باز گندمار درو میکنیم. گندمار که درو کنیم بخیر. بهاری نو شد نیامد یارم، گندما درو شد نیامد یارم، دختری رساوی نازدانه، خدا میدانه چی حالی داره، الله میدانه چی حالی داریم، خدا میدانه چی حالی داریم. بینیسم نامایی از بینوایی، ببندم با پری مرغی هوایی، بوری نامی مار به مادری من، هزارون داد و بیداد جدایی. بهاری نو شد نیامد یارم، گندما درو شد نیامد یارم، دختری رساوی نازدانه، خدا میدانه چی حالی داره. این خوندن ما برای مسافرهای ایران بود بچه های ما. گندما درو شد نیامدن مسافرهای ما ها، بهاری نو شد نیامد مسافرهای ایران. این خوندن محلی ما بیشتر برای بچه های ایران بود که هر سال گندما درو میشه چرا مسافرین نمیایه؟ بیای به کشور خود. بیاریم دیگه. درو بخیر خط شد، بریم یک چای محلی بخوریم اتومات، بعدم بیایم کارو شروع کنیم. بیا. بیا بیشیم چای محلی ورده شد. بخیر یا خونه خدا دیگه چای بخوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابا بیا شما اونجا بشید. بیا اونجا بشید. خیلی بخ. بخ بیج بخ. خیلی خوبه که قوت گیرم بده کار کرده تنم کلام برای آفتابه که صورت ما آفتاب نسوزونه اگه نه که فلان که جای سایه درخت های باز فردا باید دروگیریه خود آفتاب کنونه کارگر دم یک جای میخونم یادگار برای کشور جنگ زده خو آواره خو خودم 40 ساله شدم ندیدم کشور که چی جوریه این جانب زلمه فرزند محمد خان از ولایت غور ولسوالی ساغر هر برادری که خوندن محلی مرا گوش میگیرد انشالله که مرا به لبخند به دعای نیک یاد کنه خداوندا نمیدانم به سامانم تو میدانی خداوندا نمیدانم به سامانم تو میدانی همین دردی که من داریم به درمانم تو میدانی خدای من تو میدانی به سامانم تو میدانی محمد نقشو میبنده هوا را وی تو میدانی
محمد نقش و میبنده هوا را وی تو میدانی، به دست داره قلم دانی طلا را وی تو میدانی، شفاعت میکنه شاه و گدا را وی تو میدانی، خداوندا نمیدانم به سامانم تو میدانی، همین دردی که من داریم به درمانم تو میدانی، خدای من تو میدانی به سامانم تو میدانی. به قربانی دمی در بازمی شو می تو میدانی، به قربانی دمی در بازمی شو می تو میدانی، صدایت میشنوم استادمی شو می تو میدانی، صدایت میشنوم دور و نزدیک ای تو میدانی، به مستی غنچه گل تازه میشو می تو میدانی، خداوندا نمیدانم به سامانم تو میدانی، همین دردی که من داریم به درمانم تو میدانی، خداوندا نمیدانم به سامانم تو میدانی، همین دردی که من داریم به درمانم تو میدانی، خدایا هم تو میدانی، خدایا هم تو میدانی، به کشور افغانستان تو میدانی، ما نمیدانیم. ما چی گفته کارا پیش بره باز میشینیم. حالا دیگه چای خور میخوریم که باز داریم میخواید درو خور شروع کنیم تا ساعتی 12. از 12 باز میریم وقتی نون خوردن ممشه، باز بعد از نون خوردن ما نمازی داریم، در رکعت نماز پیشین بخیر بخونیم، بعد از ساعت 2 باز میریم برنامه کار خور شروع کنیم تا ساعت 6 بیگه. همین کار غریبیه دیگه. شب و روز خدا را شکر تیر میشه. دیگه چای سبزه بسیار چسبناکه به این سایه بادام. دستا دیگه خوبه دیگه، کارگیریه دیگه، یعنی باز دستکش هم بداریم محفوظی دستا که اینا باز خوبه. هر شرکتی که اینا رو چاپ زده خداوند دور خیر بده. اینا رو دستا هم کنم، دستای بسیار محفوظ ملایم بسیار برای این دستای قدیمای تو کوچول بیدی خودت میخورد. قدیما مردم شرایط همه چیز نبود، حالا همه چیز هست. دستکش جوره 30 روپیه میستونیم اینا رو. اما از کشور خودم توقع دارم از سازمان ملل که کمکای خوبی خدا بخواد بیای اینجا که ما خود دستکش بخوام واسه توقعات که دستای مر اینجا شل نکنه. دیو مرسی کنم ببینم برادر. آه افغانستان نمون جوان ما ساغری های منگالچی هم گیم باز مردم هرات توقعات میدن.